سلام علیکم وطندارای عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. خوش آمدین به ولاگ امروز من. البته ما امروز باز هم برآمدیم از خانه، میخواستیم بریم طرف شار و شهر نو، چون دوستم امرایم بود میخواست که بخواد جواهرات و سنگای قیمتی و همچنان الماس بخره. در پهلوی بعضی چیزهای دیگه هم خرید کردیم که در ادامه ولاگ براتون نشان میتم. خلاصه بسیار زیاد بیرو بار بود شار، چون شب روز عید است. واقعا تمام مردم طرف شار میاین به خاطر خرید. بسیار زیاد بیرو بار رابندی بود. بعد از 1.5 ساعت رابندی که ما در شار داشتیم، بالاخره رسیدیم به شهر نو که دوستم میخواست شهر نو بره، چورایی انصاری و همچنان مارکت کابل سیتی سنتر. من میفهمم اگه امرای نامش آشنایی داره، اونجا جایی است که بسیار لباسای مقبول همچنان داره و در پهلویش همی جواهرات قیمتی مکمل در سیتی سنتر فروخته میشه. خلاصه رسیدیم به سیتی سنتر. یک دکان بود که ما براتون ویدیو گرفتم از خود دکانم به نام کلچلر دایمند. واقعا فوق العاده بود. دیزاین های بسیار مقبول داشتن. مکمل دیزاین های از اینا الماس بود در پهلویش، باز زمرد پنشیر و یاقوت وطن ما را همچنان داشتن که دیزاین های بسیار مقبول داشت. دیگه این قسمت هم که میبینین گوشوارای بسیار مقبول است که ما براتون تصویرش گرفتیم و همچنان دوستا بگویم تمام الماسای اینا الماسای اصلی افریقایی است. کوالیتی های مختلف داره. خودشون بر ما معلومات دادن. وقتی شما اگر دوست داشتین میخواستین خرید کنین برین، براتون مکمل معلومات میتن و تمام الماسا سرتیفیکیت داره و ثبت گوگل است. شما خودتون هم میتونین وقتی که عکسش در گوگل بگیرین براتون تمام مشخصاتش میکشه. دیگه یک قسمت هم باز انگشترها بود که من دیدم بسیار زیاد خوشم اومد. انگشترهای الماس بود دیگه، واقعا عالی بود. گرچه من نتونستم خرید کنم چون بسیار قیمتایشان بلند بود. انشالله دفعه بعد کوشش میکنم که بخرم. خب دوستم خریداری کرد. قسمت ها میبینین دستبند سمرای انگشتر زمرد واقعا بسیار مقبول بود. تنها دستبندش قیمت $6,000 میامد و نسبت به دیگه جای بسیار تخفیف خوبم داده بودن به خاطر اید. دیگه بسیار من خوشم اومد. دیزاینش به شما هم تصویر گرفتیم و بالاخره حرکت کردیم. خرید دوستم خلاص شد. آمدیم دوباره طرف شار. میخواستیم که میوه خشک به خاطر عید بگیریم. بادام، پسته، چهارمغز، کشمش، نخود تمامش اینجا گرفتیم و بر شما یک ویدیو هم گرفتم. و در این قسمت هم شما میبینید من در دکان قالین فروشی هستم. البته نتونستم از راه براتون ویدیو بگیرم. این قالین فروشی هم در قسمت چمن حضوری است که ما رفته بودیم اینجا. البته دوستم میخواست به خاطر